أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. از حضرت انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند از بنده راضی می شود که چون طعامی بخورد حق تعالی را بر آن حمد و ثنا گوید و چون آب بیاشامد حق تعالی را بر آن حمد و ثنا گوید. روایت مسلم. در این حدیث فضیلت حمد و ثنا گفتن بعد از طعام خوردن و نوشیدن آب بیان شده است. این فضل و کرم پروردگار است که ما و شما را رزق و روزی عطا می کند و با یک عمل اندک، یعنی حمد و ثنا گفتن او، از ما راضی می شود. حمد و ثنا به معنی ستودن، یعنی تعریف کردن و به پاکی یاد کردن است. الفاظ حمد و ثنا گوناگون است. کافی است که انسان الحمدلله گوید، یعنی سپاس و ستایش برای خداست. با گفتن این جمله انسان از رزق دهنده حقیقی و پروردگار خود سپاسگزاری می کند و به سبب آن الله متعال نعمت خود را بر بنده اش افزون می کند. چطوره که خداوند متعال در آیه 7 سوره ابراهیم فرموده است: استعیذ بالله لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر در نعمتهای من شکرگزاری کنید نعمتهایم را بر شما افزون می دهم. شکرگزاری کردن در برابر این نعمتهای الهی نه تنها با زبان، بلکه هم با زبان حمد و ثنا گفتن است و هم اطاعت کردن و پیروی نمودن از فرمانهای الله متعال، یعنی همان نعمت دهنده حقیقی است. اما طریقه سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این است که پیش از طعام خوردن بسم الله گفته شود، یعنی به نام خدا. چطوری که از حدیث عمر بن ابی سلمه رضی الله عنه که آن را بخاری و مسلم روایت کرده اند به ما معلوم گردید. و اگر در ابتدای طعام خوردن بسم الله را فراموش کند و در اثنای طعام خوردن به یاد آورد یا بعد از خوردن طعام به یاد آورد، بسم الله اوله و آخره یا بسم الله فی اوله و آخره گوید. چطوره که از حدیث مادر مؤمنان حضرت عایشه رضی الله عنها به ما معلوم گشت که آن را ترمذی، ابو داود، ابن ماجه، حاکم و نسائی در الکبری روایت کرده اند. برادر و خواهر عزیز، کمی اندیشه کن که حمد و ثنا گفتن تو بعد از خوردن طعام و نوشیدن آب پروردگار عالمیان را از بالای 7 آسمان راضی می کند که این مقصد و مرام هر یک فرد مسلمان است. پس همیشه در برابر نعمتهای پروردگار شکرگزاری بکن و حمد و ثنای او را بگو تا از جمله کسانی باشی که خداوند آنها را با این کلامش تعریف کرده برگزیده است: استعیذ بالله و قلیل من عبادی الشکور، یعنی و اندک از بندگان من سپاسگزارند. سوره سبع آیت 13. خداوند همه ما را از جمله همین گروه اندک بگرداند که شکرگزار و سپاسگزار نعمتهای پروردگار هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. وأبناؤنا يا رسول الهدى نذرنا لأجلك أرواحنا
فما غيرك اليوم من مفتدى. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا. هو الله كمل أوصافه وسماه بين